امروز 12 آپریل اومدیم دلخو باده دلمون خون شد فعلا که رودا 2 بار نه 3 بار، یه بار که تو کلام آب ریخت، یه بار تو آستینم آب ریخت، یه بارم که چای ریخت. کلا عزیزم میگه آب روشناییه دیگه، روشنایی برکت بیشتر از این نمیتونستم بهت بدم. و ما یه حرکت بسیار خارق‌العاده انجام دادیم، نشستیم روی یه میز زیبا، زیرشم از این کرسی گذاشتیم منقل با زغال. به به خدایی چه باحاله. و اینقدر گرم شده، اینقدر خوب شده که الان همه از سرما دارن فرار میکنن، دارن جمع جور میکنن. ما قشنگ نشستیم اینجا داریم حال میکنیم. زغال خوبه خداییش خوب، رفیق ناباب کلا همه دست هم که بسا جور حالمون خوب. خیلی وای خیلی امروز داره خوش میگذره، جای همگی خالی، خیلی داره خوش میگذره. رو به اینجا بینیم. تا من تصمیم نگرفتم دوباره اون یکی رو بریزم بخور. و یعنی یه موقع این دفعه اگه چای منو بریزی خود چاییشو بریزم. نیرو جان اول تو کلاه برای تو آستینت، بعد میری تو پاکت رو بخور. دقیقا. وای همگیتون رو خیلی دوست دارم. خب بچه ها تصویر آخر داریم برمیداریم. محمد جان شما چی داری بگی؟ محمد چی داری بگی؟ بگو هستیم بگو. خب چیزی نداره بگه. داشت ایمان شما چی داری بگی؟ خدا معجزه کرد نسوختم. رودا جان شما چی داری بگی؟ من که نمیدونم کی این ویدیو رو میبینه، ولی هر کی میبینه جاش خالی. واقعا روز به یاد ماندنی شد. مرسی از شما و همسر گرامی که افتخار دادین در کنار ما بودین و لحظات خیلی خوشگلی رو برای ما ساختین. ما واقعا روحمون تغذیه شد از این محبت. واقعا ما خودمونم خیلی احتیاج داشتیم. بیداری دیگر بدرود تاهای دیگر بای. حالا یکم از دلخوی زیبا براتون فیلم بگیرم. دلمون خوش شد. دلمون خوش شد. نه دلمون بسیار شاده، از این همه زیبایی داریم لذت میبریم. واقعا اوه هللویا، خیلی زیباست، خیلی زیباست. هللویای سومو بلندتر بگو. خیلی خوشگله ولی خب خیلی سرده. خدایی آفتابش خوبه، سایش خیلی خنکه، اما همه چیزش خیلی خوبه. ما که اینقدر گرممونه الان، من فکر میکنم اگه گرماش بخوایم حالا فرار کنیم، ما هم این لباس ها رو پاتین که اصالت سوئد رو حفظ کنیم، میدونی؟ وگرنه سرد نی اصلا سرده. این منقله هم که این زیر گذاشتیم اصالت ایرانی بودن. ببین اصالت ایرانی و سوئدی رو با هم بخوای حفظ کنیم میشیم ما. حرکتای ما. این اسمش میشه کرسی دیگه، درسته؟ بله. خدایی من کرسی رو برای اولین بار دارم تجربه میکنم و خارق العاده است، خارق العاده. پام داره میسوزه. ولی من فکر کنم نیلو داره خالی میبنده. نه خدا محال همچین چیزی رو تجربه نکرده باشه. تجربه اولم. خالی نمیبندم، پر میبندم. واقعا تجربه خیلی چسبید بهمون، دست همسران درد نکنه برای گیری. بچه غذام امروز دانتونیم جوجه بود، اصلا معلوم بود، کوبیده بود. معلوم نیستم فهم بیاین برتر. نه بچه هم هستن، همسر جان منم اینجاست. کباب و سیخ کرد همسر جان. داشیمان عزیز کباب رو با همراهی محمد من پختن با گوجه، فلفل، پیاز. بله پیاز رو گریل کردیم تا تو خالی. خیلی اصلا همه چی عالی بود، خیلی خوشمزه. جای همگی خواهی. اینم که تنقلات بعده، فیکای بعد. چای منم ریخت. اینم نتیجهش. آثارش هست. از چای خودش یه کیکه به من داد. چای زعفرونی خودت تقسیم کرد. اب نه الان میریم خونه بهت یه تاغار چای میدم حالشو برم. خداحافظ. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود.
این فیلم به یادگار خواهد ماند تا همیشه. واقعا